اینجا سنگ چهار، منطقه فینیکولا. فینیکولا سنگ چهار. حالا این گوسفند چیه جریانه؟ الان واسهتون توضیح میدم. هر هفته 2 تا 3 تا گوسفند، بز، گو، گلک میدیگه. آره گلک با گو میره. ملارم بود. بلاکت میره. علت مرگ چی به توضیح بده؟ انسانی خوره که این طویله بخری پوفک مثلا سفری یگو مصف فلان اینا اینجا باشه میگوری میخوره انسانه. آقا قسمت سر بعضی میبره بین دور چشم کرده بند کرده اما همه برده خوره انسانه. لعنت آشغال رو بخرده اینجوری بگه به خاطر بخردن و شکم آشغال ده یا یک هفته 20 قسمت سر بعضی می سفری گو مصف اندازی توب بایه بین شکم بایه. خب چه؟ آقا بین استفاده کنیم مناب تعبیر هر جا تش نکنیم آشغال نسنیم بین استفاده کنیم مناب احسن بوریم. چه این کاری کنیم؟ تازه اولین ورقی بکرده در مورسی بغبخ نیست من سر همیشه بد بیا و به مور اش نصیبه همه دو سخت کرده بند کرده تمامی گردش کریم زنمانی همه برده خب به کار انسانه. ما فقط میتونیم بگیم لعنت خدا بر کسایی که واقعا میان توی طبیعت و این طبیعت رو به هدر میدن با ریختن زباله‌شون، با گذاشتن پسماندشون این طبیعت بی‌نظیر رو از بین میبرن.